بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خداوند به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با برنامه دیگه میهمان منازل شما عزیزان هستیم و همونطور که در برنامه قبلی صحبت کردیم در مورد حطاکی‌های ادعی که نام مسلمان رو بر خودشون گذاشتن نسبت به پدر و مادر بزرگوار پیامبر اسلام، در این برنامه هم می‌خوایم در مورد همون موضوع صحبت کنیم، اما بیشتر با محوریت مادر بزرگوار پیامبر اسلام که به عنوان یکی از زنان بزرگوار و مؤمن و موحد از نظر ما در تاریخ اسلام شناخته میشه، اما از نظر ادعی که خودشون رو سلفی و اهل حدیث و اهل بررسی روایات و قبول روایات صحیح میدونن، ظاهرا اینطور نیست و ایشون رو متاسفانه و العیاذ بالله تکفیر میکنن و مشرک میدانن و بت پرست میدانن و مستحق دخول در جهنم و آتش که خداوند وعده اون رو در قرآن داده. ابتدا با هم کلیپی رو ببینیم که همین ادعای وقیحانه رو مطرح میکنن. بنده در خدمتون خواهم بود. فإن من المعلوم عند أهل العلم وهذا شبه إجماع كما نقل ذلك ابن حزم وغيره أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار. همونطور که ملاحظه فرمودید پدر و مادر پیامبر رو با هم مستحق آتش میدانن. این اعتقاد و جسارت وقیحانه‌ای هست که این آقایون مطرح میکنن خیلی راحت در شبکه هاشون و ما این رو اهانت به خود پیامبر میدانیم، اهانت به شخصیت نبی مکرم اسلام میدانیم و چنین اعتقاداتی و چنین روایاتی که بهش استدلال میشه برای اثبات این اعتقادات فاسد رو همون اخبار و روایاتی میدونیم که آقایون اسلام ستیز و دشمنان اسلام و ملحدین بهش استناد میکنن تا به خود شخصیت پیامبر ضربه وارد کنن، به قرآن ضربه وارد کنن، به اسلام ضربه وارد کنن، کما اینکه در بسیاری از برنامه ها و فیلم ها و سریال هایی هم که میسازن و در کتاب هایی که مینویسن، در مقالاتی هم که منتشر میکنن، میبینیم پای ثابت همه اینها همین جور روایات و اعتقادات هست. یعنی اونها از خودشون چیزی رو نیاوردن در بسیاری از موارد. همین روایات و همین کتاب هایی که آقایون میگن صحیح هست و همین روایاتی که میگن صحیح هست و فلان شخص نقل کرده و فلان شخص تصحیح کرده، همین ها میشه دستمایه دشمنان اسلام برای ضربه زدن به اسلام. خب ملاحظه میفرمایید روایتی هست در کتاب صحیح مسلم که با استناد به این روایت مادر بزرگوار پیامبر اسلام رو العیاذ بالله مشرک میدانند. روایت از چه کسی نقل شده؟ از ابو هریره که میگه رسول خدا فرمودند استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی. پیامبر میگه من از خداوند خواستم و درخواست کردم، اجازه گرفتم که برای مادرم طلب استغفار کنم، اما خداوند اجازه نداد. و در ادامه میگن واستأذنته ان ازور قبرها فاذن لی. و از خداوند بعدش اجازه گرفتم که قبر مادرم رو زیارت بکنم و خداوند به من این اجازه رو داد. این همون روایتی هست که آقایون بهش استناد میکنن، از روایت و کتابی که این روایت درش اومده دفاع میکنن، بهش افتخار میکنن و نتیجهش این میشه که میگن مادر پیامبر العیاذ بالله مشرک بود. عقیده ما شیعیان چه هست؟ در برنامه قبلی روایت رو بهش اشاره کردم، مجددا از باب تبرک همون روایت رو خدمت شما عرض میکنم، نه روایت دیگه. ملاحظه میفرمایید در کتاب بهارالانوار، چون قبلا این روایت رو خوندیم بنده دیگه خیلی سریعتر ازش عبور میکنم، که پیامبر اینطور فرمودن که انی مستوهب من ربی اربعه، من از خداوند برای 4 نفر طلب بخشش میکنم و خداوند هم ان شاء الله این رو اجابت میکنه. چه کسانی هستن این 4 نفر؟ آمینه بنت وهب و عبدالله ابن عبد المطلب و ابو طالب و رجل من الانصار. پیامبر برای 4 نفر که یکیشون یک مردی از انصار و صحابه بوده، عموی بزرگوارشون حضرت ابو طالب و پدر و مادر بزرگوارشون طلب بخشش میکنن و میدانیم که برای مشرکین و برای کفار و اینها نمیشه طلب بخشش و استغفار کرد و آیه صریح قرآن رو ما خوندیم و این نشون میده اینها مؤمن بودن، افراد بزرگواری بودن، موحد بودن و جایگاه اتفاقا خیلی بالایی داشتن که کسی مثل پیامبر به اسم برای اونها دعا میکنه، طلب بخشش و شفاعت میکنه. این جلالت قدر این افراد و این بزرگواران رو ثابت میکنه. اما آقایونی هستن که میگن اینها مشرک بودن، پدر و مادر پیامبر مشرک بودن، اهل آتشن العیاذ بالله. اما ما میخوایم ابتدا به این اشاره بکنیم که آقایونی که این اعتقاد رو دارن پدر و مادر پیامبر مشرکن و از جمله مادر بزرگوارشون، خب ما در قرآن داریم که در مورد مادر حضرت موسی اون تعابیر رو داره قرآن که اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم و او رو دلداری دادیم، گفتیم ناراحت نباش. طبق اعتقاد آقایون مادر
پیامبر الهی مثل حضرت موسی که از نبی ما و پیامبر ما پایین تر هست درجاتش، بزرگوارتر بوده ظاهرا از مادر پیامبر اسلام. و افرادی مثلا معاویه و ابو سفیان و هند جگرخوار با اون اوصاف، با اون کارنامه سیاهی که دارن، از پدر و مادر پیامبر اوضاعشون بهتر هست. عقل سلیم و انصاف و اخلاق این رو قبول میکنه. به هر جهت این خود آقایون هستن که باید بشینن فکر کنن در مورد این روایات و این اعتقادات خطرناک که باعث شده به اسلام و به مسلمان ها و به پیامبر اسلام اهانت بشه. اما میخوایم بریم سراغ یکی از علمای بزرگ اهل سنت و از علمای بزرگ الازهر. همونطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید آقای شیخ علی جمعه، میبینید ایشون در سایتشون اومدن همین مبحث رو مطرح میکنن در مورد پدر و مادر بزرگوار پیامبر اسلام و در ادامه همین روایتی که این آقایون بهش استناد میکنن در مورد اینکه بیان و مادر پیامبر رو تکفیر بکنن، همین روایت رو ایشون میارن و در ادامه ببینید خود ایشون چه توضیحی دارن. ایشون چی میگه؟ میگه فرد علیهم اولا، پاسخ ما به این افرادی که به این روایات استناد میکنن که مثلا مادر پیامبر رو تکفیر کنن چیه؟ الحدیث الاول لیس فیه تصریح بان امه فی النار. در این حدیث صحیح مسلم که بهش استناد کردن هیچ تصریحی وجود نداره که مادر پیامبر اهل آتشه. و انما عدم الاذن فی الاستغفار لا يدل على انها مشرکه. این که خدا هم بر فرض اجازه نداده باشه که پیامبر برای مادرش طلب استغفار بکنه، دلالت صریح و مستقیم بر این نداره که مادر او مشرک بوده است. و الا ما جاز ان یأذن له ربه عز وجل ان یزور قبرها. و الا اگر اینطور می بود که خدا نباید اجازه میداد که پیامبر به زیارت قبر یک نفر که مشرک است برود. فلا یجوز زیارت قبور المشرکین، زیارت قبور مشرکین که جایز نیست. این نظر آقای شیخ علی جمعه هست در مورد همین روایت. خب این استدلال و پاسخ آقای شیخ علی جمعه هست و در ادامه هم ایشون بحث میکنه در مورد همون روایتی که در برنامه قبل محل بحث ما بود که با استناد به اون پدر بزرگوار پیامبر اسلام رو تکفیر می‌کردن و به همه اینها پاسخ میده ایشون که میتونید مراجعه بکنید به سایت رسمی ایشون و مطالعه کنید. پس این هم پاسخ علمای اهل سنت هست و در این زمینه ما اتفاقا کلیپی رو هم داریم که پاسخی میده یکی از علما و دعوتگران نه اهل سنت عادی و معمولی، وهابی، کسانی که در عربستان سعودی هستن و از علمای برجسته همون فضا و همون کشور. پاسخ ایشون رو با هم ببینیم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في سفر له مر على الأبواء ووقف عند قبر أمه وبكى بكاء أبكى من حوله، فلما سأله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قال مجيبا لهم قال إن هذا قبر أمي وإنني استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وما فهمه بعض العلماء من أن ذلك يدل على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فهذا فهم خطأ ولا يقبل، إذ ليس بالحديث ما يدل على النار لا من قريب ولا من بعيد. این هم پاسخ یک عالم سرشناس وهابی که همون نظر آقای شیخ علی جمعه رو هم به نوعی تایید میکرد. اما بنده میخوام اینجا یک مطلب جالبی رو خدمت شما عرض بکنم که در سال 2018 میلادی در کشور کویت یکی از ائمه جمعه و جماعات معروف اونجا در یکی از خطبه هایی که داشت از شخصیت پیامبر اسلام یک تجلیل و مدح خیلی زیاد و جالب و درست و صحیحی کرد و در ادامه در مورد مادر بزرگوار پیامبر اسلام هم ایشون از مادر پیامبر تجلیل کرد و دفاع کرد و ترحم و ترضی کرد بر مادر پیامبر حضرت آمنه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که متاسفانه و خیلی عجیب هست واقعا برای ما که وزارت اوقاف کویت به عنوان یک مؤسسه و اداره رسمی دینی در اون کشور برخورد شدیدی کرد با این فرد که یک عالم و امام جمعه اهل سنت هست. چرا برخورد کرد؟ به خاطر اینکه گفتن چرا شما اومدی غلو کردی در حق پیامبر؟ چرا بر مادر پیامبر ترحم و ترضی کردی؟ ملاحظه می‌فرمایید در تصویر که اولا یک تصویری هست از روزنامه الرأی در کویت که میگه الاوقاف توقف امام مسجد هشام ابن عامر عن الخطابه، که میگه اداره اوقاف منع کرد این آقا رو از این که دیگه ادامه بده خطبه های خودش رو، ممنوع الخطبه شد اصطلاحاً. چرا؟ بسبب المغالات فی مدح الرسول و الترضی علی والدته، چون که در حق پیامبر غلو کرد و برای مادر پیامبر گفت رضی الله عنها. این جرم این آقا بود. نامه های احضاری هم که برای ایشون اومد در تصویر ملاحظه بفرمایید.
میبینید سربرگ و اینها کاملا مشخص هست. الموضوع ایقاف عن الخطابه، ممنوع الخطابه بشه ایشون. چرا؟ چون اومده یک سری چیزهایی که مخالف آیین نامه اون مسجد هست و مخالف قوانین هست مطرح کرده و در احضاریه ایشون میبینید نوشته الشیخ الفاضل فهد احمد الکندری که اسم ایشون هست، مسجد هم اسمش هست و 2 تا اتهام داره اصطلاحاً ایشون. چی هست اتهامشون؟ مغالات فی مدح النبی، 2 الترضی علی آمنه بنت وهب، یعنی ترضی و ترحم بر مادر بزرگوار پیامبر جرمه. در کجا؟ در بلاد کفار، در کشور ملحدین؟ نه، در کشور اسلامی. علمای مسلمانی که خودشون رو ناظر میدونن جمع شدن، فردی رو ممنوع الخطبه کردن از ائمه جمعه اهل سنت. جرمش چی بود؟ جرمش دفاع از پیامبر و به قول اونها غلو در پیامبر، که چی گفته بود ایشون؟ دفاع از توسل به پیامبر، پناه بردن به پیامبر که اعتقاد همه مسلمان ها هست، و ترضی بر مادر پیامبر. یعنی شما از مادر پیامبر دفاع بکنید در جاهایی که خودشون رو مسلمان میدانن جرمه. و خیلی جالب هست ایشون در یک برنامه ازشون دعوت شد که توضیح ارائه بکنه در یک برنامه تلویزیونی مشهور و پر بیننده و خیلی برای بنده لذت بخش بود که ایشون اومد دفاع کرد از کار خودش و گفت وقتی من خطبه خودم رو مرور کردم دیدم که اتفاقا در حق پیامبر کوتاهی کردم و کم گفتم از ایشون. بخش‌هایی از این کلیپ رو با هم ببینیم. ما يتعلق في الغلو اللي ذكروه في الخطبة، أنا صراحة رجعت مرة ثانية لسماع الخطبة لعل يكون يعني غاليت فعلا، فاستمعت الخطبة مرة ثانية فوجدت نفسي يعني بالعكس أصلا مقصر يعني في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا ما أدري شنو معيار الغلو اللي عند الإخوة في وزارة الأوقاف. فقالوا الترضي على آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها لم تدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص الملاحظة. فهم ربطوا أن الترضي يكون بإدراك البعثة، لكن لما ننظر في ثنايا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترحم على ناس ما أدركوا البعثة، مثل ورقة بن نوفل، مثل الخطيب العربي المشهور قس بن ساعدة، مثل زيد بن عمرو بن نفيل قال رأيته يجر ثوبه في الجنة. فهذين ما أدركوا البعثة، ومع في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترحم عليهم وشهد لهم بالجنة. ثانيا كثير من علماء الأمة ألفوا مصنفات في نجاة الوالدين، منهم الإمام السيوطي له 3 مصنفات في نجاة الوالدين. القاضي ملا علي قاري الحنفي شرح كتاب القاضي عياض كتاب الشفا وذكر تطرق لهذه المسألة، حتى كان هو يعارض الإمام السيوطي في هذه المسألة ورجع في كلامه. بسیار خوب، این هم از توضیحات ایشون بود و دیدیم که متاسفانه کار به جایی رسیده که در کشورهای اسلامی ادعی به نام اسلام دفاع از پیامبر و خانواده ایشون به معنای اینکه پدر و مادر ایشون رو بیان ترحم کنن و ترضی کنن و دفاع کنن این جرم هست. حالا شما چه انتظاری دارید که کفار نیان این اهانت ها رو بکنن وقتی ادعی به نام اسلام و به نام دفاع از کتابهای صحیح و روایات صحیح چیزهایی رو قبول میکنن و منتشر میکنن که اهانت صریح به شخص پیامبر و به قرآن و به خداوند هست. قضاوت با شما بینندگان عزیز. یا علی مدد. خدا نگهدار.